مامان نه خدا رو شکر. چرا خدا شو؟ بس دیگه 50 سال اینجا دیدم دیگه. قرار باشه بمیرم برم اون دنیا تنگم باشه که فایدهش چیه بابا؟ من این همه اینور عمل صالح کردم برم اونور عشق و حال. خب تنهایی حوصله‌ات سر میره. چی گفته تنهام؟ هر شب یه جا برنامه است. نه بابا. میشینیم میزنیم سلامتی زنده ها. از کجا میاری؟ از تو جوب. جوب؟ آره برامون ریختن تو جوب. ای. راحت صبح به صبح یه 4 لیتر برمیدارم میکنم تو جوب تا شب جوابونو میده. حالا چیزی که تو جوبه به درد بخور هست؟ کار خوب بابا. نه بابا. نه کور میشی نه بالا میاری نه سردرد داره. صبحش راحت بیدار میشی. اینقدر خوب. آره. چطور ایرانی ها هنوز اونجا نیومدن؟ چرا آبرومونو بردن. چرا؟ از جوب اصلی جوب کشیدم به خونه هاشون. رنگ میزنم با اسانس لیبل میزنه میده تو بازار. آفرین. با شوتی میفرستن جهنم. یه وضعیتی به خدا این نگهبانای جهنم دنبال این 450 خیلی وضعیت. حالا بابا اینقدر تبلیغ نکن زشته. نه من تبلیغ میکنم مردم عمل صالح بکنم برن اشغالی و